این میوه‌های سیتروسی در گرمخانه‌ای که امک رجبالی ساخته است پرورش یافتند. اینجا هر یک نهال غرق لیمو میباشد. امک رجبالی از درخت به درخت دیگر نظر نموده از سرحاصلی درختان و این میوه‌های زیبا از لحاظ اکولوژی تازه با اظهار قناعتمندی از مهنتش گپ میزند. حاصل اگر مهنت کنی کمترک یا کمتر همی کسلیو همی تورتانک بسوق هم میتونی سری وقت اگر دستگیری کنیم نیولوی سال شون رفتگی اگر 2-7-8 سال باشه تو 120 کیلو را میتونی من خیلی میانه بگیم هر نیولی 80-90 کیلو میگیری اگر نقص طبیعت این نیولو میگم 7 ساله شو اگر تو 120 کیلو را لیمون میتونی نیم بینم قدر کمتر اما ای حشرات ها امین انسان در کار تمام پروای محلی میریزیم تمام بیایش یه همه خیلی میوه است که میگن که مسافیدو کمپیرو ای به دخیره یا کم ترک مهنت کنی ضرر نمیبینی فوده کلان میبینی. رجبالی حسنوف در دهه پیشانی میمونه استاد لیمو پروران است. در جماعت دهاتی به نام خدای رجب فی ناحیه واسه نخستین شخصی است که پرورش لیمو را در گرمخانه به راه مانده دیگران از او عبرت گرفتند. من اکادوشی بالا یگان کس کوریدگی نبوده میره. من سال 2013 همین یولو را ای وزیر رایونی بختر آورده بودم. 14-15 نیول آوردم سبزاندم. من بعد من در همون سالو نمو همین نیولکوری را سر کردیم. وزیر اومد هم جا قریب که بگیم لیمون کار شدگیان. وزیر اومد در همین قشلاق پیشانی موبایل قریب بگیم که 4 خونه پس یا 5 خونه پس دارن 3 4 5 10 نیول. استاد شما این؟ همیشه ما آوردم در همین تریتوریا. طبق اطلاع رهبریت جماعت دهاتی به نام خدای رجب در حوشیه دستور و هدایت‌های پیام رهبری دولت در سمت استفاده ثمرناک زمین‌های کشاورزی سال‌های اخیر توجه ساکنان دهات برای ثمرناک استفاده نمودن زمین‌ها زیاد شده است. استفاده گرمخانه‌ها در حدود دهات نظر به 3 سال پیش به مراتب زیاد شده است. طبق دستور سپارش‌های سرور مملکت محترم جناب عالی نقص خلق ما مردم ما درکشند زمین رو به حد در سطح بلند ثمرناک استفاده برده است. همین استفاده برای زمین نظر بعد سالهای پیش خوب شده گردید. نسبت سالهای پیش حالا بسیارتر شده است. خوب نقص شده است. برای مردم درک کردند گرمخانه ها رو بسیار کردند همه استفاده برده است از حساب گرمخانه ها فایده نقص به دست آورده است. نسبت سال گذشته امسال لیمونکاران ما به حد حاصل خوب گرفتند. در دهه پیشانی میانه امسال باز 2 گرمخانه نو ساخته شده در آنها پرورش کبودی ها و سبزوات ها برای مانده شدند. ساکنان میگویند که در پیشبرد روزگاری عائله گرمخانه ها به آنها کمک میرسانند. پامیدور میکنیم میگیریم با اینمی با دوامش با درنگ میکنیم دوامش نمیها زیل نمیکنیم 3 حاصل میشه. یگان بار خالی نمیمونه نه مهنت میکنم بخود میموندم دون شد. همین مهنت میکردم میشینه زمین. ام گاب در مهنت میکردم زمین خودشم میفهمم قاعده کارکنشم میکردم. در دیگر گرمخانه های این دهات به مثل این گرمخانه خوجگی داران حاصل لیمو را جمع آوری نمودند. این شب و روز آنها به کارهای بضررگردانی نیال ها از حشرات ها و پیشگیری سرد زدن نیال ها از سرما مشغول می باشند. از این گرمخانه که در خوجگی دهقانی به نام سید جمال دولت زاده در خوجگی در جماعت دهاتی به نام خدای رجب در دهه 90 واقع است. خوجگی داران از 52 نهال لیمو به قدر 3.5 تن حاصل به دست آوردند. رهبریت این خوجگی درآمد استفاده گرمخانه را به نظر گرفته مقصد دارند که در پهلوی این گرمخانه باز یک گرمخانه نو میسازند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.